خب بگو داستان پدر رو بگو. داستان پدر والا پدرم جز محفل ملی دوم بهائیان بود، یک گروه 9 نفره‌ای که انتخاب میشن هر سال برای اینکه امور جاری جوامع بهایی رو در واقع کمک بکنن، هر گونه مشکلی هستش بتونن برطرف بکنن و اینها رو میگیرن و 14 روز خیلی سختی بوده که پر از شکنجه و سختی بوده و بعد هم تیربارون میکنن. من تقریبا 5 ماهه بودم اون زمان در تاریخ 6 دی سال 1360 و از اونجا دیگه کلا سناریوی زندگی ما عوض میشه، همه چیز عوض میشه و خیلی وزنه خاصی بوده بابا تو زندگی ما و مامانم هم خب با 3 تا بچه کوچیک 5 ماهه و 6 ساله و 9 ساله در واقع تنها میمونه و کلا یک سرنوشت جدیدی شروع میشه و در همین حینم شروع میشه این حمله های اینا به خونه ما، مصادره همه چیز و 4 سری ما توی دهه 60 مصادره اموال داشتیم و از دو طرف خاندان متمولی بودن که اینا رو درو کردن دیگه، چیزی خیلی باقی نذاشتن. ولی یه تم خیلی جالبی که همیشه بود و خیلی به من کمک کرد تو زندگی که نگاه هم به این افرادی که ظلم میکنن چطور باشه، رفتارهایی بود که مامان داشت باهاشون و این خیلی خیلی برای من آموزنده بود. مثلا فرض کن یک بار که اینا ریخته بودن تو خونه و شروع میکردن دیگه، فیلماشو دیگه دیدیم، همین الان هم داریم میبینیم، همه چیزو ریختن به زمین و شکوندن و پرت کردن و بعد اینا که به دردشون میخوره جمع کردن توی کامیون ریختن و اینا. یکیشون که رفت آویزون بشه که لوس رو در واقع بکنه، سریع مامانم دوید و گفتش که پسرم صبر کن، این برقش رو باید قطع بکنم، ممکنه برق بگیرد. و همونجا اون فرد حالا اطلاعاتی یا هر چیزی که بود اصلا به هم ریخت و نشست یه گوشه و شروع کرد فحش خیلی بد به بقیهشون دادن که میفهمین دارید با کی چی کار میکنید. این من دارم همینطور میریزم، داریم همه چیزشون رو غارت میکنیم، این میگه پسرم صبر کن من برم برق رو قطع بکنم. و هر دفعه اینا میریختن، چای براشون میآورد، شیرینی براشون میآورد، پذیرایی میکرد ازشون. خب آدم عادی نمیتونه، حتما باید پشتش یک معنای عمیقی باشه این کارا که تو بیای با یک کسی که داره اینطوری با رفتار میکنه بخوای کاملا بالعکس معامله بکنی و رفتار بکنی. این یه تم جالبی بود برای زندگی من که آخر سر ممکنه که این افراد دارن نهایت ظلمو میکنن، ولی این چرخه ظلم زمانی تموم میشه که ما بالعکس معامله کنیم. زمانی تموم میشه که ما بخوایم واقعا جواب خشونت و اذیت و کشتار و جنایت رو بتونیم با محبت بدیم، با یک نظام تربیتی درست بدیم، با یک سیستمی بدیم که میخواد بچه‌های اونا دیگه این شکلی بار نیان و طور دیگه‌ای واقعا تربیت بشن. و این میگم یک اتفاقی بود که دائم میافتاد در زندگی ما و خیلی نفت داستان مامان من نیست، داستان خیلی ها هستش. خیلی از دوستان بهایی ما کاملا این شکلی تربیت شده بودن که قرار نیست جواب ظلم رو با ظلم بدیم و اگر قرار هستش که چیزی تغییر بکنه با اخلاق محور بودن تغییر میکنه، با اینکه ما بتونیم یک فضیلتی بروز بدیم وقتی که داره با یک رذیلتی بهمون رفتار میشه، چطوری به قول معروف یک بدلی براش داشته باشیم. این چیزی بود که خیلی زیاد برای من پیش میومد. حالا این قسمت جدیش بود، قسمت فان و خیلی خوبش این بود که ما خیلی دوستای زیادی داشتیم و خیلی به من خوش میگذشت همیشه، برای اینکه اینا خیلی به ما محبت میکنن، تک تک امثال خودتون. و ما دائما یک زندگی بود که توش پر از هیجان بود در عین حال که خیلی سخت بوده. مثلا مامان من تنهایی باید ماها رو بزرگ میکرد، پدر بزرگ مادر بزرگ از دو طرف حالا آلزایمر دارن، 100 تا مریضی دیگه دارن، مشکلات دارن و این خانم یک خانومی که خیلی در ناز و نعمت بزرگ شده، در نهایت راحتی بزرگ شده. حتی وقتی که بابا رو شهید کردم و این اتفاق افتاد، اولین بار که قبض برق اومده، مامانم زنگ زده به خالم که خب اداره برق کجاست من برم این قبض رو بپردازم. در این حد پدر من کیر می‌کرده از همه چیز که حتی مامانم بلد نبوده قبض برق رو بده. حالا فکر کنید یه همچین کسی که تو این
راحتی بزرگ شده و همه چی براش بوده، یک دفعه یک مسئولیت وحشتناک، 3 تا بچه، مصادره همه چیز، برو خونه پدر زندگی بکن و مراقبت کن و همشون رو باید سعی کنی که بزرگ کنی، ازشون به قول معروف کیر بکنی و ببری این سیستم رو جلو. و خب هر روز هم یک مسئله اضافه میشه دیگه، همین آزار و اذیت یک مسئله دائمی بود در این چند دهه بدون توقف. من گاهی خودم هم وقتی به این مسائل فکر میکنم یه چیز دیگه ای رو هم بهش اضافه میکنم و اون اینه که پدران و مادران ما در زمانی که انقلاب شد و مورد این حجم از ظلم و ستم یا بی‌عدالتی واقع شدن، آدمایی نبودن که ما الان میبینیم. آدمایی بودن که در حد و جثه ما یا همسن و سال ما بودن. برای خود من وقتی من به سنی رسیدم که در اون سن پدرم انقلاب رو تجربه کرد، با خودم فکر میکردم خب اگه من بودم چیکار میکردم. یعنی الان شما با این ستایشی که واقعا سزاوار مادر هست ازش ذکر میکنیم، مادر در اون موقع سنی نداره. 34-35 ساله. خب این خیلی مهمه. خیلی مهمه. خیلی مهمه که دقیقاً به این فکر کنیم که یعنی تصور اینو بکنیم که چطور میشه همچین چیزی رو هندل کرد و پیش برد و اون وقت میبینیم که نقش جامعه چقدر مهم میشه، نقش اون گرم کامیونیتی، نقشی که ساپورت میکنن، حمایت متقابل میکنن. من یادم میاد یکی ما خیلی از دوستان ما عمو صدا میکردیم، انقدر این عموها زیاد بودن که حد نداره، برای اینکه همشون واقعا لطف زیادی داشتن. عمو پرویزی بود که هر روز از میدون توحید میومد نیاوران، برادر منو میبرد مدرسه و دوباره برمیگرد. همین خودش تقریبا فکر کنم 2 ساعت حداقل رفت و آمد میشه. این یه نمونه کوچیکه. میخوام بگم که خیلی عجیب بود، یعنی یه کیفیتی بود که کاملا معنوی بود. این کیفیت هیچ نشانی از مادیات درش نبود، یک روابط قلبی، روابط روحانی خیلی عمیق و زیبایی که پشتش آدما به هیچ چیزی فکر نمی‌کنن به غیر از این که بتونن کمک بکنن که این سختی بگذره، بتونن کمک بکنن که رد بشه. حالا که پدر شدی، نداشتن پدر رو چجوری تجربه کردی؟ خیلی سوال خوبی بود. یه چیز نوشتم چند وقت پیش راجبش اتفاقا، برای اینکه میگم از لحظه‌ای که یارا متولد شد من تازه فهمیدم یعنی چی پدر نداشتم. انگار قبلش اصلا نمیفهمیدم چون این نقش نبود دیگه و گفتم براتون 100 تا عمو داشتم که داشتن نقش پدری برام بازی میکرد، ولی اصلا نمیفهمیدم که یعنی چی پدر، تا اینکه خب بغلش کردم یارا رو، روز اول روز دوم، یهو چند روز گذشت تازه این کلیک خورد. اوه ببین چقدر نقشت مهمه، چقدر داری میمیری برای این بچه، چه همش تا صبح تا شب این تو بغلته، یه لحظه نمیتونی ازش جدا بشی. خب این روزا رو من چطوری گذروندم؟ این اولین سوال بود. چطوری؟ کی منو بغل میکرد؟ کی قربون صدقم میرفت؟ کی این فضای خالی و پر میکرد برای من؟ و شروع شد دلتنگی، شروع شد همینطور که میگذشت و تا الان هم همینطور ادامه داره. یعنی دائما من میام فکر میکنم که خب این لحظاتی که این انقدر ذوق و شوق داره از همه چی بیشتر با من بازی کنه، کنار من باشه و اینقدر باباییه و همش میخواد که تو همه لحظه ها من کنارش باشم، این همه لحظه ها کجا رفت تو زندگی من و چه ظلم بزرگی کردن، چقدر سخت ازش گذشتن و هیچ وقت نمیخوام برای خودشون اتفاق بیفته. من هیچ وقت برای اینا مرگ نمیخوام. روزی هم که خامنه‌ای کشته شد من خوشحال بودم که امید ایرانی‌ها برگشت برای اینکه ایران میتونه آزاد بشه. از مرگ کسی من یاد گرفتم خوشحال نباشم. واقعا خوشحال بودم که یه ملتی رو میدیدم که دوباره فهمید که ما میتونیم آزاد بشیم دوباره، برای اینکه خیلی ایرانی‌ها، دوستای ایران من هر روز مسیج میزدن، بی نهایت ناراحت بودن و امیدشون رو به کلی از دست داده بودن. این وقتی این امید برگشت ما همه خوشحال شدیم و این شروعی بود که خیلی میگم شاید خیلی منو اذیت کرده توی این 40 خورده سال زندگیم،
تو این نزدیک 4 سالی که یارو اومده از همیشه من بیشتر دلتنگ پدر بودم. یه چیزی منو به فکر را داشته این مدت ها. یه فیلم کوتاهی از همین فیلم هایی که در شبکه‌های اجتماعی میاد دیدم که خیلی جالب بود. مثل اینکه یک کلاسیه، البته این به زبان بکنم انگلیسی بود و یک معلمی میاد تو روز اول کلاسه و به یک دختری اشاره میکنه اونجا، میگه تو از اتاق این کلاس برو بیرون. و دخترم تعجب میکنه، میگه چرا؟ میگه برو بیرون، کلاس من جای تو نیست. و بالاخره بعد از یه چند ثانیه‌ای دخترم جمع میکنه این وسایلشو، از کلاس میره بیرون. و این معلم هم یه کمی صبر میکنه و میگه که نگاه میکنه ببینه هیچ کس واکنشی نشون نداد. بعد میپرسه از کلاس که این کاری که من کردم درست بود؟ کلاس هم بالاخره با یه ذره ترس و این حرفا یواش یواش سرشون رو تکون میدن به معنای اینکه نه، درست نبود. و بعد معلمه میگه که پس چرا حرف نزدید؟ چرا هیچ کدوم بلند نشدید؟ و این گفت بزرگترین درسیه که من به شما دارم میدم. حالا این مطلب رو نگه دار. خیلی ظلم و ستم دوام آورد و خب این روزها خیلی بیشتر شد. وقتی که کشتار جمعی اخیر اتفاق افتاد، خب خیلی زخم‌ها دوباره باز شد. ولی حالا این چیز خصوصیه، چون گفتیم فضا امنه. با خودم میگفتم الان این داستانی که تو داری میگی دهه 60، چرا بقیه ندیدن؟ شاید اگه بقیه میدیدن، شاید اگه بقیه هم مثل اون سایر همکلاسی ها در اون کلاس حرف میزدن، ما انقدر تلفات نمیدادن مردم. خب این داستان در این ظلم مشهود بود، چیز پنهان نبود. مختص جامعه ایرانیان بهایی نبود، مختص خیلی ها، به خیلی ها در واقع تسری داشت، چون اونهایی که گرایش‌های سیاسی دیگه داشتن یا گرایش‌های مذهبی یا باورمندی دیگری داشتن اصولاً، یا به هر شکلی یکی از اون برچسب‌های مشهور نظام به اونها تعلق گرفت. منافق بودن یا کافر بودن یا هر چیزی بودن. ولی فکر نمی‌کنی، این حالا دغدغه ذهنی منه، که وقتی که این ظلم دیده شد اگر مردم حرف می‌زدند به جای اینکه چندین دهه صبر بکنن و بعد بگن ما شرمساریم و بعد از شرمساری هم باز اتفاق نیفته، شاید اقدام اونها یا حرف زدن اونها یا دادخواهی اونها یا عدم سکوتشون میتونست تا اندازه‌ای این کشتارهای جمعی بعدی رو که اخیراً شاهدش بودیم کاهش بده. تو چطور با این مسئله؟ خیلی سوال خوبیه. فکر میکنم که یه قسمتش واقعا ریشه تو تاریخ ایران داره که صدها سال اینها رفتن بالای منبر، این علما، و هر چقدر میتونستن دروغای خیلی بزرگ گفتن راجع به بهائیان، راجع به خیلی دیگه هم گفتن ولی شاید بیشتر از همه راجع به ما. و نسل به نسل افراد طوری پرورش پیدا کردن که کلاً تا چند سال پیش که واقعا اینترنت توی ایران نیامده بود، ما خیلی سخت بود ارتباط برقرار کردن با ایرانیا، با بقیه ایرانیا، با غیر از خودمون که کسایی که باهایی نیستن، برای اینکه اینا پر از افکاری بودن که هیچ کدومش درست نیست. یعنی شما فکر کنید که 100 سال یک ملتی بیشتر از 100 خورده سال شستشوی مغزی بشن نسبت به یک گروهی که در کنارشون دارن زندگی میکنن، خب احتمال زیاد اینا خیلی میترسن و حتی اون آدمای خوبش هم باز پس ذهنشون هستش که نکنه اینا یه کارای ناجوری دارن میکنن. برای اینکه از بچگی اون بچه از پدر بزرگ مادر، خیلی از همکلاسی‌های من تو همین این مدت که اینترنت اومده بود برای من پیامایی نوشتن که ببخشید مثلا از رفتاری که من با تو مدرسه داشتم، ببخشید از اینکه این کارو کردم.
تو پسر خوبی بودی، دوستت داشتیم، خوشمون میومد بیاین تو باغتون بازی کنیم فلان، ولی پدر مادر ما نمیذاشتن، میگفتن اینا نجسن، اینا اینطورین، اینا شاخ و دم دارن، چرت و پرتایی که همه شنیدیم و اصلا شما نباید با اینا معاشرت بکنین. اگه بریم مثلا خونهشون غذا بخورین، تو هم ممکنه که مثل اونا بشی، بعد بخوای باهایی بشی. همه چرت و پرتایی که اینا از کجا اومده؟ از علمای اسلامی، از آخوندا. از کجا؟ از بالای منبر. فکر کنید 100 سال تو گوش یک آدمایی که و متاسفانه ملت ما که ملت مقلدی بودن و سالهای سال اهل تقلید بودن، اهل تفکر نبودن، اهل مطالعه نبودن. این آسیبای بزرگیه که این مردم ما از الان داره درش باز میشه و میبینیم اگه یک ملتی برای طولانی مدت بخواد تقلید بکنه و خودش فکر نکنه، چطور ناخواسته منشأ ظلم به دیگران میشه. ناخواسته، نمیگم خواسته. درصد زیادی از مردم ایران دوست نداشتن ظلم بکنن، ولی تو وقتی فکر نکنی، وقتی تقلید بکنی و وقتی بری با یک موجی جلو و نخوای مخالف موج در واقع حرکت بکنی و حقیقت رو ببینی چی هستش، تحریه حقیقت بکنی، در واقع جستجوی حقیقت بکنی، خیلی احتمال داره که شروع کنی ناخواسته ضرر زدن. و این بلایی بود که سر همه ما اومد. و اتفاقا 2-3 روز پیش داشتم نگاه میکردم یه پستیو که فرستاده بودم توی اینستاگرام و همین داستان بود. میگه که موشی در خانه صاحب مزرعه تله موش دید. به مرغ و گوسفند و گاو خبر داد. همه گفتند تله موش مشکل توست، به ما ربطی ندارد. ماری در تله افتاد و زن مزرعه را گزید. از مرغ برای سوپ درست کردند. گوسفند را برای عیادت کنندگان سر بریدند. گاو را برای مراسم ترحیم کشتند و در این مدت موش از سوراخ دیوار نگاه میکرد و به مشکلی که به دیگران ربط نداشت فکر میکرد. خیلی این داستانیه که واقعا ربط داره. یعنی الان ببین چه مو به مو اتفاقاتی که ما دهه 60 تجربه کردیم همه عزیزان ما ایرانیان دارن تجربه میکنن و برای من همش این تراما زنده میشه، همش این خاطرات زنده میشه و با همه وجود خیلی بیشتر از قبل، خیلی بیشتر از این که برای دوستان باهاییم که میگیرنشون پست بذار و چیزی بنویس و تظلم خواهی بکنه، اینا برای مردم ایران دارن میکنن. برای اینکه کشیدم، نمیخوام اون کارو بکنم، نمیخوام اون بلا سر من بیاد که خب اوکی این که الان به تو ربطی نداره، تو که اومدی آمریکا و دیگه الان رفاه و ابدا یک لحظه من نمیتونم اینطوری فکر بکنم که مثلا الان بی تفاوت باشم نسبت به ظلمی که داره تو ایران میشه، یا ساکت باشم یا فعالیتی نکنم. اون چی که در توانمه با همه وجود نذارم، برای اینکه چشیدم دردشو با همه وجودم. توی این پروسه خب وقتی من موو کردم 3 سال خورده پیش اینجا، هیچی نبود دیگه، برای اینکه ما هم فرار کردیم از ایران، ریختن که بگیرنمون و من با شلوار خوابم اومدم فرودگاه بدون هیچ باری واقعا. و خیلی خودش چند ماه خیلی سخت بود که من اینو بتونم حل کنم با خودم. من زندگی خیلی خوبی داشتم، خیلی خوشحال بودم تو ایران و هیچ وقت قصد مهاجرت نداشتم، هیچ وقت قصدش، حتی بگم 1%. خب کسی که اصلا نمیخواد بیاد و بعدم آمادهش نبودم، هیچ وقت مثلا زبانم قوی نکرده بودم، هیچ وقت در واقع کسایی که میخوام بیان از قبل شروع میکنن خودشون آماده کردن، خودشون تصور کردن که من میخوام بیام این درس رو بخونم، این کارو بکنم، زبانم اینطوری. من هیچ تصوری نداشتم از اینکه یه روزی میخوام تو آمریکا زندگی بکنم و همه چیز به ما در واقع تحمیل شد از صدق سر این جمهوری اسلامی. و وقتی که اومدیم هیچی نبود دیگه و از صفر واقعا ما شروع کردیم. ولی من از اولش فکر کردم که من میخوام همون کاری که ایران میکردم اینجا هم بکنم، ببینم میشه. این شاید این چیزی بود که کنجکاو بودم نسبت بهش، که من چون تو ایران وقتی پیش خیلی فعالیت‌های خدماتی میکردم تو چند تا محله مختلف، دائم برو، به خصوص با بچهای افغان، کودکان کار، اینایی که شناسنامه نداشتن، مدرسه راشون نمیدادن، ما اونجا مدرسه درست کرده بودیم، خیلی حمایت میکردیم، کمک میکردیم و خیلی ها درگیر این برنامه‌های مختلف بودیم. هر روز برنامه‌ای نبود که بگم مثلا 2 ساعت در هفته، هر روز چندین ساعت من، شاید 4-5 ساعت من به این داستانا میگذشت و خیلی دوست داشتم که ببینم چطور با این محیط میشه اون واقعیتی که تو ایران بود و تطبیق داد. و خیلی زود دیدم که اینجا مشکلات و نیازهای خاص خودشو داره. ولی این به زندگی تو از دید خودت معنا میده، درسته؟ دقیقاً عمیق‌ترین معنا رو میده. یعنی من حداقل برای بودنم
غیر از این خیلی معنی ندیدم راستش. معنی زندگی من اینه که تو از خودت جدا بشو تا میتونی کمتر و کمتر و کمتر به خودت مشغول باش و تا میتونی بیشتر و بیشتر و بیشتر برای دیگران انرژی بذار و ایمان داشته باش که اون انرژی بهت برمیگرده، اون محبت بهت برمیگرده. اشاره کردی که بعد از اینکه خبر کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی آمد، خب مردم احساس کردن که یک طلسمی شکسته شد. یک در واقع اگر هم با اون دشمنی شخصی نداشتن ولی اون رو سمبل یک نظمی میدونستند که ظلم رو روا داشت بر مردمش. و خب طبیعتا در ماه‌های آخر هم که کشتارهای ناجوان مردانه اتفاق افتاد. یک عکسی از تو هست که اون رو هم میبینیم با هم، ولی این متنیه که تو نوشتی همراه با شاهین صادقزاده که دوست نزدیکترین دوستت. حالا من از متن تو میخونم، ولی اینجا رو میخوام بخونم. امیدوارم خیلی احساساتی نشم، ولی میخوام جای جای کوچیکش صبر بکنم و تو به من بگی چی میگذشت در ذهنت وقتی اینو مینوشتی، برای اینکه این در واقع شکار یک لحظه خیلی تاریخیه، چه برای تو چه برای شاهین. چه برای من و خیلی از دوستانی که داستان شما رو میدونن. نوشتی شاهین صمیمی‌ترین دوستمه از 4 سالگی تا امروز. من 5 ماهه بودم و شاهین تو شکم مامانش که پدر هر دومونو جمهوری اسلامی کشت. یکی رو بود و کشت و دیگری رو تیرباران کرد. 2 انسان شریف و عاشق خدمت به ایران و ایرانی. یکی روانپزشکی محبوب و دیگری وکیلی با شرافت. هر دو خیلی با معلومات و کاملا بیگناه. جرمشون اعتقاد به آیین بهایی. سالها مردم ایران نفهمیدند که اینها بیگناه بودند و خیلی ها میگفتند حتما یک کاری کرده بودند. تا اینکه تک تک اتفاقاتی که برای ما در اون سالها افتاد برای مردم عزیزمون هم افتاد و حتی پول تیری که از ما گرفتند در این روزهای پر وحشت و دردناک از هموطنانمون گرفتند. چقدر این روزها همون خاطرات شوم از گرفتنها و توی خونه ریختنها و مصادره کردنها و انواع آزار و شکنجه را دوباره دیدم و همه اون خاطرات و تروماها دوباره زنده شدن. تقریباً این 40 و اندی روز هیچ شبی نخوابیدم. نصف موهام سفید شد. تلخترین روزهای زندگیم بود. و آرزو می کردم هیچ وقت نبودم و اینطور درد هموطنان عزیزمونو نمی دیدم. خسته بودم مثل همه مردم. بقیه‌شو میخوام بخونم. چیزی میشه گفت؟ فقط میشه گفت که در همه این تاریکی و میشه گفت که واقعا این زمان تیره ترین ساعات قبل از سپیده دمه و این سپیده دمه که به همه ما امید میده، همه ما رو به حرکت وامی داره و در کنارش همه درس هایی که ای کاش که با این هزینه سنگین قرار نبود ملت ایران این درس ها رو بگیره. ای کاش با هزینه کمتر قرار بود که ما بفهمیم که این بنی آدم اعضای یک پیکرن. ای کاش که لازم نبود این همه زیباترین و برگزیده ترین جوانای ما بخوان قربانی ضحاک بشن و بعد مردم تازه بیدار بشن که ما باید یکی باشیم. ما قرار نیستش که اینطوری بخوایم با هم مقابل هم دیگه قرار بگیریم. بذار یک کمی دیگه از این بخونم. امروز وقتی من و شاهین همو سفت بغل کرده بودیم و اشک میریختیم، خاطرات این 40 سال از جلوی چشمم رد میشد. یادم افتاد
که چند صد بار ما با هم چنین روزی رو تصور کردیم و با خیال آزادی ایران و کوتاه شدن دست ظلم تو خیالمون عشق کردیم و انرژی گرفتیم. متاسفانه اینجا تو آمریکا وقتی براشون از خاطرات ایران میگیم خیلی ها اصلا نمیفهمن و ارتباطی باهاش برقرار نمیکنن و فقط آهی میکشن. خلاصه همه این جملات که همیشه با هم میگفتیم امروز متحقق شد. فکرشو بکن اگر، یعنی میشه یه روزی عمر ما قد میده نکنه این امید رو به گور ببریم، یعنی بچه هامون ممکنه طعم آزادی رو بچشن و بلای ما سرشون نیاد. اگه بشه برمیگردی ایران رو بسازیم. تنها آرزوت همینه. روزی که برگردی اول کجا میری؟ حتما ماها میخواهیم خانواده های داغدار رو ببینیم و از اونها حمایت بکنیم. خب حالا باید بگم که من به دوستی تو اعتراف میکنم، افتخار هم میکنم.